سلام. حتما شنیدید که یک ماه گرفتگی خیلی منحصر به فرد و تاریخی در پیش داریم. ماه گرفتگی که ممکنه توش اتفاقات خیلی عجیب و خطرناکی بیفته. برخلاف ماه گرفتگی دیگه که ماه ناپدید میشه، این بار ماه قراره به رنگ خون در بیاد و تشعشعاتی که ازش ساطع میشه نه تنها روی زنای باردار تاثیر میذاره، میتونه جسم و روح و روان همه رو تحت تاثیر قرار بده. ببخشید. اونایی که ویدیوهای منو دنبال میکنن حتما از همون اول حدس زدن که دارم چرت و پرت میگم و برای اونایی که برای بار اول ویدیوی منو میبینن و یه چند ثانیه داشتن باور میکردن، ازشون عذر میخوام. خوبه که بعضی وقتا تلنگری بهمون بخوره و ببینیم که چقدر حاضریم هر حرفی رو باور کنیم. بله، این حرفایی که در مورد ماه گرفتگی زده میشه خیلیش که چرت و پرت محضه و بعضی دیگه‌اش هم خارج از حیطه علوم تجربیه و من نمیتونم در موردشون اظهار نظری بکنم. به جاش میخوام تو این ویدیو در مورد یک سری اتفاقات علمی خیلی جالبی صحبت بکنم که اگه اهل علم باشید شاید خیلی بیشتر از اون چرت و پرتای قبلی هیجان زده بشید. با من همراه باشید تا بهتون بگم که چجوری از یک ماه گرفتگی میشه کروی بودن زمین رو فهمید، قطر ماه رو اندازه‌گیری کرد و فاصله زمین تا ماه رو محاسبه کرد، چجوری میشه ازش ترکیبات جو زمین رو اندازه‌گیری کرد و فوران‌های آتشفشانی تاریخی رو ازش پیدا کرد و تغییرات سرعت چرخش زمین رو هم محاسبه کرد. بریم با هم یه سفر علمی به دل یکی از زیباترین پدیده‌های نجومی. ماه گرفتگی یا خسوف یه پدیده نجومیه که خیلی هم نادر نیست. هر سال بین 2 تا 5 بار اتفاق میفته. یعنی حداقل 2 بار که باید در طول سال اتفاق بیفته، این کمتر امکان نداره. به طور معمول سالی 3 بار اتفاق میفته و بعضی سالا ممکنه 4 بار هم اتفاق بیفته و خیلی نادر، یعنی مثلا هر قرن یک سال ممکنه 5 بار توی سال ما ماه گرفتگی داشته باشیم. حالا حتما براتون سوال پیش میاد که ما که انقدر ماه گرفتگی در طول سال نمیبینیم. خب بحث اتفاق افتادن ماه گرفتگی یه چیزه، بحث قابلیت دیده شدنش از یک نقطه از کره زمین یه چیز دیگه است. ماه گرفتگی وقتی اتفاق میفته که ماه میره توی سایه زمین، یعنی ما خورشید رو داریم توی فضا و زمین که یه سایه پشتش وجود داره و ما هم که دور زمین میچرخه، خب میتونه بره توی این سایه زمین و سایه زمین بیفته روش. حالا اگه براتون سواله که با توجه به اینکه ما هر 29 روز یک بار یه دور زمین میچرخه، پس چرا ما هر ماه گرفتگی نداریم، یعنی هر ماه نمیره تو سایه زمین؟ خب این موضوع رو قبلا توی ویدیویی که در مورد گرفت‌ها یعنی خسوف و کسوف ساخته بودم توضیح دادم. ولی اگه بخوام خیلی خلاصه و سریع جواب بدم، باید بگم که مدار حرکت ماه به دور زمین یه زاویه‌ای نسبت به مدار زمین به دور خورشید داره که باعث میشه همیشه سایه ماه روی زمین نیفته، سایه زمین هم روی ماه نیفته. ولی بعضی وقتا این زاویه طوری قرار میگیره که ماه میتونه توی سایه زمین بیفته و سایه ماه هم روی زمین میفته و خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی اتفاق میفته که این زمانها بهشون فصل گرفت میگن که ما 2 تا فصل گرفت توی سال داریم. چون خورشید یک منبع نور گسترده است و زمین هم از خورشید کوچیک‌تره، سایه زمین از 2 قسمت سایه و نیم سایه تشکیل شده که حالا در مورد سایه و نیم سایه توی سال 8 یا 2 راهنمای قدیم حتما خوندید. وقتی که ماه وارد نیم سایه زمین میشه، یه ذره از نورش کم میشه که با چشم غیر مسلح قابل تشخیص نیست. بهش ماه گرفتگی نیم سایه‌ای میگن و چیزی نیست که بشه اون رو با چشم دید. ولی اگه ماه یه قسمتش وارد سایه کامل زمین بشه، خب اون قسمتش تاریک میشه و ماه گرفتگی جزئی اتفاق میفته و اگه کاملا وارد سایه زمین بشه، ماه گرفتگی کامل اتفاق میفته. ماه گرفتگی 16 شهریور 1404 هم از همین نوع ماه گرفتگی کامله که البته اول ماه گرفتگی نیم سایه اتفاق میفته، یعنی اول ماه وارد نیم سایه میشه، بعد وارد بخشی از سایه میشه ماه گرفتگی جزئی و بعد وارد قسمت سایه کامل میشه و ماه گرفتگی کامل میشه. وقتی ماه گرفتگی اتفاق میفته، تمام مردم زمین که تو قسمت شب زمین هستن میتونن ماه گرفتگی رو ببینن که توی این ماه گرفتگی 16 شهریور 1404 موقع ماه گرفتگی اون قسمتی از زمین که بیشتر خشکی‌ها و جمعیت زمین توش قرار داره تو قسمت شبن، یعنی تقریبا 90% مردم زمین یا حدود 7 میلیارد انسان میتونن این ماه گرفتگی رو ببینن که از این نظر یه ماه گرفتگی نادریه. ممکنه شنیده باشید که این طولانی ترین و منحصر به فرد ترین ماه گرفتگی تاریخه، که اینطور نیست. مدت زمان گرفتگی کامل، یعنی از مدت زمانی که ماه کاملا وارد سایه زمین میشه تا زمانی که شروع میکنه به خارج شدن، برای این ماه گرفتگی حدود 1 ساعت و 22 دقیقه است که نسبت به رکوردش که 1 ساعت و 47 دقیقه است فاصله داره، ولی جزء ماه گرفتگی طولانی به حساب میاد. اینجا میتونید مسیر دقیق رد شدن ماه از داخل سایه زمین رو ببینید.
میتونست از وسط‌تر باشه که زمان خسوف طولانی‌تر بشه. البته مدت زمان ماه گرفتگی کامل به فاصله زمین تا ماه هم بستگی داره، چون مدار ماه دور زمین بیضیه، یه موقعی نزدیک میشه، یه موقعی هم دوره. حالا وقتی که نزدیکه، خب از قسمت ضخیم‌تر سایه رد میشه، یعنی قطر سایه بیشتره، ولی خب سرعت حرکت ماه هم بیشتره. و وقتی که دورتره، از قسمت نازک‌تر سایه رد میشه، قطر سایه کمتره ولی سرعت ماه هم کمتره. و یه محاسباتی میکنن و میشه یه حالت بهینه‌ای به دست آورد که حد اکثر مدت زمان گرفتگی که میتونه اتفاق بیفته 1 ساعت و 48 دقیقه است که سال 2018 ما 1 ساعت و 47 دقیقه شو داشتیم، یعنی نزدیک به اون رکورد. این ماه گرفتگی خاص چون در زمانی داره اتفاق میفته که ماه 2-3 روز فاصله داره تا حضیض مدارش، یعنی تا نزدیکترین فاصلهش با زمین، بنابراین ماه تو آسمون بزرگتر هم هست و باعث میشه که اون رو بتونیم با شکوه بیشتری ببینیم. یکی از جالبترین نکاتی که در مورد ماه گرفتگی وجود داره اینه که اولی که ماه شروع میکنه وارد سایه زمین میشه، شروع میکنه تاریک شدن، ولی بعد که وارد سایه کامل شد رنگش قرمز میشه و این در مورد همه ماه گرفتگی کامل صدق میکنه، فقط مربوط به این ماه گرفتگی خاص نیست. دلیلش هم اینه که یه مقداری از نور خورشید از جو زمین عبور میکنه و علاوه بر اینکه حالا اون رنگ‌های آبی و ایناش پخش میشه و فقط رنگ قرمز نور باقی میمونه، یه مقدار میشکنه و بنابراین این نور شکسته شده میتونه اون قسمت وسط سایه زمین رو با رنگ قرمز روشن کنه. در واقع با دیدن ماه قرمز شما دارید نور طلوع و غروب تمامی نواحی زمین که در اون لحظه در زمان طلوع و غروب خورشید هستن رو به صورت همزمان میبینید. حس خیلی جالبیه. اگه توی زمان ماه گرفتگی توی ماه بودیم، زمین رو به این شکل می‌دیدیم. نگاه کردن به ماه در موقع ماه گرفتگی با چشم غیر مسلح نه هیچ خطری برای چشم داره، نه برای هیچ عضو دیگه از بدن. نگران نباشید. چون در واقع در زمان ماه گرفتگی ماه رفته توی سایه زمین، تازه از نور معمولش هم کمتر شده نورش و هیچ تشعشع اضافی یا پرتو اضافی ازش ساطع نمیشه. خب حالا بذارید بهتون بگم که در دل این پدیده جالب و زیبا و در عین حال ساده و طبیعی چه نکات علمی نهفته است و دانشمندان با رصد ماه گرفتگی به چه اطلاعات و کشفیاتی رسیدن. اولین کشفی که در طول تاریخ با کمک ماه گرفتگی اتفاق افتاد، کشف گرد بودن و کروی بودن زمین بود. بله، حدود 2500 سال پیش بسیاری از فیلسوفان و متفکران اون زمان با دیدن ماه گرفتگی و اینکه سایه زمین روی ماه به صورت منحنی میفته، به این نتیجه رسیدن که زمین باید گرد باشه. ممکنه بگید اگه زمین یک دایره مسطح گرد هم باشه، خب سایه‌اش همینجوری میفته دیگه. بله همینطوره، ولی اونها به رصد یک ماه گرفتگی اکتفا نکردن و در ماه گرفتگی‌های مختلف که در زمانهای مختلف روز اتفاق میفته و زاویه خورشید نسبت به زمین فرق داره، دیدن که این انحناء ثابته. در صورتی که اگه زمین صفحه گرد بود، سایش باید بعضی وقتا قسمتی از دایره و بعضی وقتا قسمتی از بیضی رو تشکیل میداد و انحناش فرق میکرد. تنها شکلی که از هر زاویه نور بتابونی انحنای سایش یکسانه، یک کره است. پس از 2500 سال پیش همه با رصد چند تا ماه گرفتگی فهمیده بودن که زمین کرویه. بعدش میگن یه دانشمندی به اسم اریستارخوس ساموسی در قرن 3 پیش از میلاد با کمک همین ماه گرفتگی تونست قطر ماه و فاصله زمین تا ماه رو اندازه‌گیری کنه. اون با رصد ماه گرفتگی تونست اندازه قطر سایه زمین رو نسبت به ماه اندازه‌گیری کنه و با یه استدلال ساده گفتش که قطر زمین چند برابر قطر اون سایه‌شه و تونست قطر زمین رو نسبت به قطر ماه به دست بیاره. و وقتی که قطر ماه رو نسبت به زمین داشت، با مقایسه اندازه ظاهری ماه تو آسمون تونست فاصله زمین تا ماه رو هم اندازه‌گیری کنه. همه اینها رو به حسب قطر زمین حساب کرده بود که بعد تو همون سالها یه دانشمند دیگه به اسم اراتوستن قطر زمین رو هم اندازه‌گیری کرد و بنابراین همون قبل از میلاد مسیح، یعنی بیش از 2000 سال پیش، تونستن قطر ماه و قطر زمین و حتی فاصله زمین تا ماه و فاصله زمین تا خورشید و قطر خورشید رو هم اندازه‌گیری کنن. در مورد روش دقیق این اندازه‌گیری توی ویدیویی که بلافاصله بعد از این ویدیو منتشر میکنم توضیح میدم که اگه خودتون خواستید میتونید با کمک همین ماه گرفتگی که قرار اتفاق بیفته قطر ماه رو اندازه‌گیری کنید. از اونجایی که نور قرمزی که به ماه میرسه در واقع نور خورشیده که از جو زمین رد شده، پس توی طیف این نور اطلاعات زیادی از ترکیبات شیمیایی جو زمین هست. یعنی اگه این نور رو با کمک طیف سنج تجزیه کنیم، میتونیم توی خطوط طیفیش آثاری از اکسیژن و اوزون و بخار آب و دی اکسید کربن پیدا کنیم. ممکنه بگید که وقتی ما الان توی زمین هستیم، تو جو زمینیم و میتونیم از نزدیک ترکیبات جو رو با دقت خیلی بالایی اندازه‌گیری کنیم، دیگه چه کاریه بیایم از روی نورش که از ماه بازتاب شده این کار انجام بدیم؟ خب نکته اینجاست که این روش اندازه‌گیری ترکیبات جو روشی که باهاش میان
ترکیبات جو سیارات فراخورشیدی رو اندازه‌گیری می‌کنن. سیارات فراخورشیدی اونقدر کوچیک و دور هستن و اونقدر نور ستارهشون زیاده که معمولاً اون سیارات دیده نمیشن و ما نمیتونیم اونها رو به صورت تفکیک شده ببینیم، ولی اثرشون روی نور ستاره رو میتونیم ببینیم. وقتی یه سیاره فراخورشیدی میاد از جلوی اون ستاره مرکزی منظومش رد میشه، نور ستاره که از جو این سیاره رد میشه توی خودش اطلاعات ترکیبات جو اون سیاره رو داره و وقتی ما طیف اون نور ستاره رو تجزیه میکنیم میتونیم به ترکیبات جو سازنده اون سیاره برسیم. خب این کاری که موقع ماه گرفتگی میشه انجام داد در واقع یه جور تمرین برای اون روش تشخیص ترکیبات جو سیارات فراخورشیدی. یعنی ما میتونیم بیایم با مقایسه اون چیزی که از روی تجزیه طیف به دست میاریم با اون ترکیباتی که مستقیم توی جو زمین اندازه‌گیری کردیم، از اون مقایسه اینها میتونیم میزان خطای این روش و خطای احتمالی که قبلا فکرشو می‌کردیم رو به دست بیاریم و یه جورایی با این کار این روش رو تست کنیم و اون رو بهبود ببخشیم. جالبه بدونید که میزان گرد و غبار و ذرات معلقی که توی جو هستن روی میزان نوری که از این جو عبور میکنه و به ماه میرسه تاثیر میذاره. بنابراین بعضی وقتا میان میبینن که ماه توی ماه گرفتگی خیلی تیره تره، یعنی اون قرمزیش خیلی کمتره و بعضی وقتا روشن‌تره و این برمیگرده به میزان غباری که توی جو زمین پخش شده باشه که این میزان غبار معمولا توی فوران‌های آتشفشان‌های بزرگ خیلی تغییر میکنه. یعنی وقتی یه آتشفشان بزرگ اتفاق میفته و بعدش یک ماه گرفتگی اتفاق میفته، ماه خیلی تیره تر میشه. جالبه با همین روش و با بررسی گزارش ماه گرفتگی‌های تاریخی که اتفاق افتاده میشه فوران‌های آتشفشانی که در قدیم اتفاق افتاده و کسی اونها رو جای دیگه‌ای ثبت نکرده رو پیدا کرد. شاهد این روش ثبت یک خسوف بسیار تیره در روز 2 دسامبر 1229 میلادی توسط یک شاعر ژاپنی به نام فوجیوارا بوده که توی شعرش گفته بوده که هیچ کس قبلا چنین چیزی ندیده بود، گویی ماه در خلال گرفتگی ناپدید شده بود. دانشمند از این گزارش استفاده کردند و وجود و اثرات میکروذرات و آروسل‌های آتشفشانی در جو رو شناسایی کردند. این داده ها بعدا با سیگنال های افزایش سولفات توی هسته های یخی که ناشی از فوران های بزرگه تطبیق داده شد و نشون دادن که یک فوران عظیم در اواخر سده 12 میلادی اتفاق افتاده که قبلا کسی اون رو جایی ثبت نکرده بوده. از اون جایی که موقع ماه گرفتگی ماه خیلی سریع میاد داخل سایه زمین قرار میگیره و دیگه در معرض نور مستقیم خورشید نیست، دمای سطح ماه خیلی سریع تغییر میکنه چون ماه جو نداره و وقتی که از آفتاب وارد سایه میشه یهو میتونه تا صدها درجه دماش تغییر کنه. ماهواره‌های علمی مثل مدارگرد ناسا LRO این سرد شدن رو اندازه میگیرن و از روی سرعتش میفهمن خاک ماه چقدر عایق حرارتیه یا تفاوت سنگ و خاک سوست چقدره. این اطلاعات برای برنامه‌ریزی سفرهای فضایی خیلی مهمه چون نشون میده سطح ماه چطور گرما رو نگه میداره یا از دست میده. یکی دیگه از چیزای جالبی که موقع ماه گرفتگی ممکنه بتونیم ببینیم برخورد شهاب سنگا به سطح ماهه. همینجوری به صورت عادی شهاب‌باره‌های زیادی تو فضا پخشن، این سنگای ریز زیادی تو فضا پخشن که به صورت رندوم به ماه برخورد میکنن و ماه چون جو نداره همه اینها به سطح ماه میرسن و میتونن یک نور یا یک فلش خیلی کوچیکی ایجاد بکنن که در حالت عادی توی قسمت روشن ماه که نورش انقدر زیاده که ما نمیتونیم اونها رو ببینیم و بعضی وقتا که ماه کامل نیست، یعنی تو حالت تربیع و تو حالت هلال، تو قسمت تاریکش میشه اثرات این برخوردار دید. ولی موقع ماه گرفتگی همه چشم‌ها تو سراسر دنیا به سمت ماهه و همه دارن ازش عکس میگیرن و اون رو نگاه میکنن و کوچکترین برخوردی اگه اتفاق بیفته و نوری رو سطح ما دیده بشه همه اون رو از زوایای مختلف ثبت میکنن. تو سال 2019 یه فلش نور کوچیک موقع ماه گرفتگی توسط تعداد زیادی از افراد تو سراسر زمین دیده شد که کمک کرد این برخورد شهاب سنگ به ماه از زوایای خیلی مختلفی بررسی بشه. در نهایت همین گرفت‌ها، یعنی هم کسوف و هم خسوف، در طول تاریخ با دقت خیلی بالایی ثبت شدن. حالا میشه با مقایسه اون زمانی که اونها ثبت کردن با زمانی که ما الان با محاسبات و شبیه سازی ها بهش میرسیم یه تغییرات جزئی که ممکنه توی این زمانها باشه رو پیدا کنیم و از روش تغییر زمان چرخش زمین رو محاسبه کنیم. چون همونطور که قبلا توی ویدیویی توضیح دادم چرخش کره زمین به خاطر اثرات گرانشی ماه داره کند میشه و با مقایسه این زمان ثبت شده یا گرفت‌ها با زمانی که محاسبه می‌کنیم میتونیم این میزان کند شدن رو خیلی دقیق اندازه‌گیری کنیم. یه جورایی این گرفت‌ها مثل یک ساعت کیهانی هستن که تغییرات چرخش زمین رو ثبت می‌کنن. باورتون میشه از یه ماه گرفتگی ساده این همه اطلاعات میشه به دست آورد و این همه کشفیات میشه داشت؟ توی ویدیوی بعدی بهتون توضیح میدم که با رصد ماه گرفتگی چطوری میتونید قطر ماه و فاصله زمین تا ماه رو اندازه‌گیری کنید.
اگه این ویدیو رو بعد از اتفاق افتادن ماه گرفتگی می‌بینید نگران نباشید. اولا که ماه گرفتگی زیاد اتفاق خواهد افتاد. دوم اینکه با یه عکس ساده از ماه گرفتگی هم میتونید این محاسبات رو انجام بدید. در ضمن برای عکاسی از ماه گرفتگی کافیه دوربین با زوم بالا داشته باشید یا اینکه با موبایلتون از پشت چشمی یک دوربین شکاری یا دوربین تک چشمی یک تلسکوپ ساده از ماه عکس بگیرید. منتظر نظراتتون توی کامنت ها هستم و حتما بعد از خود ماه گرفتگی از تجربتون از رصد این پدیده بسیار زیبا به من بگید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.